ما چیزی باج نمیدیم، باید داد و ستد باشه. نفت میخوای باید برج ایفل رو بدی به ما. اون اصلا دست ما نیست مسعود، برج ایفل تو انگلیسه، فرانسه است. حالا هر جا. ما محسن چاوشی هم میخوایم. چاوشی رو که نه، ولی امینم رو میگیرم ساسی رو میدم. آقا این نفت ما چی شد؟ نفت نه ولی برق میدیم بهتون. برق که خودتون هم نداریم. آقا ما نفت میخوایم. قبوله، ما هم فنبوی میخوایم. مسعود زهر مار. آقا من حس میکنم یکم رفته درم. ما کرج با همه پرشیه‌هاش میخوایم. قبوله، تو هم باید ختنه کنی. مسعود داد و ستد دیگه. راستی خودکار دفعه قبل گم شده. اون قدیمت جنگیه، نمیدیمش. حالا که اینجوریه ببین، من آدم سر طلبی ام، البته بعد از یه جنگ درست درمون. شما بیو این اینستاگرام منو ندیدی نه؟ نه چی نوشته؟ نوشته سر طلب ولی جنگ بلد. نشتی من با 405 شوتی اومدم اینجا، من از چی میترسونی؟ بچه محلات جمع کن بیار دروازه دولاب ببینم کی میبره. جلجه نکن بابا، ما خودمون گوجه بازی. تو برا بذارم کنار، خیلی ها زخمی هست.